خب اول میریم سراغ کاورهای دکوراتیومون. قدیمیای پیج که کاور دکوراتیو راهمون رو کاملا میشناسن. من برای شما دارم توضیح میدم که تازه وارد پیج شدیم و با کاورهای دکوراتیومون آشنایی کامل نداریم. ببینین کاورهای دکوراتیو راهمون تشکیل شده از 3 لایه. اول بگم که خیلی ضخیم و بسیار پارچه‌های مقاومی هستن. لایه اول یه پارچه مخمل نرم و لطیفه که پود نمیشه، تار و پودش از هم جدا نمیشه، ریزش نداره. لایه وسط هم ما براتون یه لایه ابر کار کردیم به خاطر ضخامت کار و حالت پفکی بودن و نرم بودن کاره. لایه زیری هم که در نهایت لایه آخریه یه لایه ضد لغزشه که استحکاک ایجاد بکنه بین مبل شما و کاوه که به راحتی کاوه روی مبلتون لیز نخوره. رنگاش هم قطع کن. خب اینم رنگ توسی روشنه که دیگه خب این رنگ که کلا دیگه نیاز به معرفی نداره. یه رنگ خیلی پرفروشی که نیومده تموم میشه. یه رنگ دودی هم بود که میخواستم بهتون نشون بدم. رنگ دودی هم به این صورت. اینم رنگ دودیشه که یه حالت دودی سرمه‌ای داره. خب حالا بریم رنگاشون رو نزدیک با هم ببینیم. این رنگ سبز سدریشه که رنگ بسیار خوش رنگ و پرفروشیه. یعنی تاقه از این پارچه میاد و اصلا تموم میشه، نمیمونه. مثل خودم همه عاشق سبزن. اینم رنگ شیریشه که برای مبلایی که سفیده یا خونه هایی که مثلا دیزاین سفید دارن خیلی مینیمالن واقعا چیز شیکی میشه. حالا عکساشون رو روی مبل هم بهتون نشون میدم. رنگ کرمشه که یه مقدار یه درجه تیره تر از رنگ شیریه. قشنگ کاملا کرمیش مشخصه داخل عکس. اینم رنگ نسکافه‌ایشه که بهتون نشون دادم. این رنگ هم رنگ سدریه بچه‌ها. اینم رنگ سدریشه